رنج و جفا صاحب عنوان نشوی، بر تخت رسی ولی سلیمان نشوی. در اصل اگر خدا نیست در دل تو، 100 بار به حج روی مسلمان نشوی. در راه نیاز هر دل را دریاب، در کوی هنر مقبل را دریاب. 100 آب و گل کعبه به یک دل نرسد، کعبه چی روی بیرو دل را دریاب. برادر عزیز، از همه شما میندار هستیم که برادرها در همین ماه شریف رمضان همین مادر را با 2 فرزندشان دستگیری کرده. برادر جان، وقتی که من اومدم مثال در حقیقت دیدم که این 2 فرزندی در حالت وزنین است. برادرها من برای این ویدیو کردم که برادرها در همین ماه شریف رمضان کمتر باشد هم به اینها کمک شود. همگی برادرها در مدت خیلی هم کوتاه 22340 سومان برادرها مبلغ جمع شدگی هست. کرته های همین مادر از آن خودشان بود. من مبلغ ها رو آورده دادیم. از بیغرض این مبلغ ها برادرها باز ارد، روغن، کارتوشکا، پیاز آوردیم دادیم. از همه شما بار دیگر میندار هستم. خداوند در این ماه شریف رمضان نماز و روزهایتان را قبول گرداند. باور کرده برادرها و این مادر کمک کرده. خداوند از شما راضی باشد. یک چند روز پیش ما همین خواهرها با 2 فرزندشان نوار کرده بودیم. بسیاری برادرها زنگ زدن، دستگیری کردند. من برادرها پیش از نوار کردیم همین خواهر قریب 1 هفته به من زنگ زدند، گفتند که مثال در چه حالت هستند. باز ویدیو را تا آخر تماشا کنید، همش رو میگویم. انشاءالله پدرشون از کجاست، مادرشون، شوهرشون از کجاست، چه خیلی به این خیلی حالت افتیدند، همش رو میگویند. و گفتنی هستم که کسانی که به این کار خیری ما نتوانستند سهم خودشان را گذارند، برادرها میتوانید با کار خیر نوبتی ما انشاءالله سهم خود را گذارید. ما تصمیم گرفتیم که با مسجد رویم به همون جایهایی که در وقت زمین لرزه 1-2 دهه ها ویران شدند. برادرها آنجا عین حال چند ساکنانی که خانه‌هایشان ویران شدگی هست در پلاتکه ها زندگی کرده ایستادند. در این ماه شریف رمضان باید همه کسا سرجم شویم و به مردمی مسجد کمک خود را رسانیم، به مردمی که از زمین لرزه خانه‌هایشان ویران شد. نمره‌های زیبربند و دوشنبه سیتی در روی اکران. انشاءالله هر چی زودتر مبلغ جمع شود بعد از 1-2 روز ما به طرف مسجد میرویم. دستگیری را فراموش نکنید. از هر یک شما اپاها خواهران خواهش میکنم که نوار را پدیلیت کنید، لایک مانید. انشاءالله شما سبب میشوید که همین نوار پهن میشود و مردم مسجد انشاءالله در این ماه شریف رمضان کمتر باشد هم از طرف ما و شما کمک میشود. خیلی که میدانیم بعد از مناقشه های سرحدی مردم مسجد سهم خودشان را گذاشته بودند و خانه هایی که در مناقشه ها ضرر دیده بود مردم مسجد از جمله تخته، سمنت، مبلغ های پولی کمک کرده بودند و ما باید امروز وقتی که به سر مردم مسجد مشکلی آمده است ما باید در پهلوی راه باشیم و دستگیری کنیم. بیاید همه کسا سرجم شویم و کمک خود را به مردم مسجد رسانیم. خیلی که گفتم نمره زیبربند و دوشنبه سیتی در اکران. السلام علیکم برادران اهل اسلام. من یک مادری تنها از شهر چارکو می باشم و شهرک شوراب اجاره میشینم. پدر، مادر، دادر، خواهرم نبود نیست، اجاره میشینم می جنده. مادرم سال 2012 عبری شدم گذشتم. پدرم من خردسال بودم پرتفتا برفتم. اما مادرم جدا شدگی. مانند دادر و خواهرم نیست. همینا اکایی کانال خواجه علاب مراجعت کردم که اکا جان التماس بید من دستگیری کنید. گفتم آمدن نوار کردن، از حالم خبر گرفتم، تلفن کردم با پرسیدن. هزار رحمت که همینا بودیم مای دستگیری کردم. خدا بشکر زندگی همو وزمین بود. مجبور برای اکرام براندم.
من خودم اده چارکو شهرک شورابند اجاره میشنم. یکم بار شوهر کردم، 4 تا فرزنددار شدم، شوهرم جدا شدم، 2 تا کودکم شوهرم گرفتگی. دویم بار شوهر کردم، چارکوبه حامله دار شدم. راست دیگه بسیار عذاب میداد، بسیار میزد. مجبور جدا شدم، پرتفته برفت، حامله دار شدم. راست دیگه دلم نداد که امینه قطع کنم بچه اند گناهش نه، بچه خداوند بریز خشم میتید. گفته دادر و خواهرم نه، پدر و مادرم نه، خودم به همراهه. گفته من برای همین داشتم فرزند من. همین کارتای که دوشنبه سیتی این خودم بود. من پولای آورم، حساب کتاب کردیم. خدا و شکر همش های. هزار رحمت دیگه کابه، هیچ روزی کمی نبینم. رحمت شما هم به اکاها و اپاها برای دستگیری آدم. راست دیگه من هیچ چیز خوردن نداشتم. همی اکا به زنگ زدم، گفتم اکا جان التماس من دستگیری کنید به 2 تا کودک بیگناه هم. اکا آمدن نوار کردن. خدا و شکر من آرد، روغن، کارتوشکا، گوشت، همه چیز آورن. خدا و شکر میکنم. از همه تا من میندار اکاها اپاها. خداوند علم من به یک کردتان. خداوند علم شما به صحتیت. خدا جان علم ای خدا مشکلاتتان آسان کنن. ساخ رفتتان سلامت برگردتان پیش پدر و مادراتان. هزار رحمت برادران اهل اسلام. ماهکای شریف رمضان اندامی 2 تا صغیرم که تیمن یتیم دستگیری کردتان. خداوند پاچککاتان به خار نزنه. الهی ساق و سلامت به پیش پدر و مادراتان بازگشت بیتان. خداوند هزار رحمت شما به من از همه تا میندار. اپا جانکا، اکا جانکا، کنل خوجی الله. هزار رحمت شما به هیچ روز کمی نبینید اکا جان. رحمتای کلام. خداوند الهی هیچ دشمن ما همین روزی من نبیند. خداوند